سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به این ویدیو. ایویگی از شما با ویدیو جدید. ویدیو اینجوریه که ما یه لیوان اون جلو داریم. اینو تو بگیر دستت من توضیح بدم. یه لیوان اونجا هست و به تعداد بسیار زیادی مداد. این دو لیوان سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ اینجاست. تعداد بسیار زیادی مداد که اینجوریه که ما نوبتی اینو میندازیم اون تو. اگه رفت داخل لیوان، مثلا من میگم اگه این بره این تو، مطلب باید مثلا فلفل بخور. اگه رفت مطلب اون کارو انجام میده. و اینکه آره دیگه بریم سراغ ویدیو. قبل از هر چیزی بابا یادشون میره هر دفعه کانال ما رو حتما سابسکرایب کنین، ویدیومون رو لایک کنین، یه کامنت هم بر ما بذارین. مرسی. آی لاو یو. بدون اول من شروع میکنم. مداد شما بیا این وقت تکیه بر جای بزرگان حرام است. سراغ اولین که من میخوام بندازم. من یه چند ثانیه‌ای فکر کنم. فکر نداریم، همون لحظه بزن. اگه این مداد بیفته این تو، من صورت مطهره رو دوربین رو داری تکون میدی. من صورت مطهره رو گیریم میکنم. بسم الله. برو همون بندازی. یعنی چی؟ با اینجا باشه. وقتی صدامون نمیره. اگه این بیفته این تو، یه دونه محکم میخوابونم تو گوش امیرعلی. خدا رو شکر. بگیریم. باز من میخوام هم قبل بگم اگه بیفته نه دیگه یه چیزا نمیتونی دوبار بگی. دوبار میتونی، تا نه. دوبار میتونی. نه خب باشه. اگر این بیفته من مطلع چک میزنم. اگه این افتاد من باید یه قاشق سس تند بخورم. میگم این سس تون نیست. میخره. اگه این توی بیفته من مطلع رو بوده فرفر بابا. نمیدونم چی دارم میگم. دره دره دره. آماده باش. پودر فلفل. بله. میگیرم. بردار این تو. بیا فیکش کنی. فلفل بردار. بیا فیکش. مطلع نکن دستم میلاد. نه خدا فلفل. میمیرم. به قرآن حالا بد میشه امیر. حالا بد میشه. حالا بد میشه. مطلع نکن با بخوری. امیر. با بخوری. نکن دیگه. امیرعلی. بابا حالا بد میشه. بیا. فلفله. بیا. سیاه برات آوردم. بیا سماق بخوری. اینا رو میزنم ها. بفهم من چقدر آدم عوضی هستی. بیا این بر. اینا هست نذاری. قاشق کوچولو دستش. دوستان قاشق کوچولو. خب. چند بریزا؟ جلو این دوربین رو بریزم. خب ممنونه. هو لاشی من همه نمیخورم. من یه زبون گفتم یه میزنم. قاشق تازه این قاشق من یه کوچولوه. زبون میزنم. میخوری من میزنم جلو. بده آب من. میخوای میتونی بخوری. خب باشه بده خب من. برو بگی دست من. بابا دوست ندارم من دست بچه‌ها. کسی. امیر. من دوست ندارم تا دو دست خود بخوری. خب نه بده خودم قول میدم بخورم. نه. آقا من بریزم نصفشو میریزم. دست خودت باشه کلشو بخور. خب بدم تو آقا یا من میره تو بریزم. حلقم میره تو خنجرم. نه میزن زبونت نه قشنگ بیار بیرون. قد خر زبون داری. یعنی چی؟ دیگه گودش کنه کاسه. نه جدی بیار. منتظر ویدیو زیاد میشه تا این. نه معجزاتو باید سری چیز کنی. زبونتو بیار بیرون. خودم لیست میزنم. زبونتو بیار بیرون. اینو بذار اینجا خودم توش لیست میزنم. کلشو باید لیست بزنی. منتظر زبون زدی. بابا خیلی انه. برو جلو. خب برو بنداز. یعنی مجازاتش برای اینکه همه رو داره توش میکنه. برو. فلفل سیاه اصلا اینقدر تون نیست. این فیکه. آدم فیکیه. برو بر. من کار نیستم. تو باید بری اینجا یکم بنداز. اگه بره. اگه این افتاد توش سیبیلا تشین میکشم. بیا این بر بابا. بیا این بر. صورتی رنگ مورد علاقم. اگر این بیفته این رو وایسیم فکر کن. یه ویدیو میگیریم من مطرح آرش. وای قشنگ توش بود. برو بنداز. قشنگ توش بود. داره میافتم. بنداز. من امیرعلی رو آرایش میکنم. بابا خواهش گاییدم.
بیا برو. بوق بذار اینجا رو. هیچی اصلا من بومون صورتی. بوق بذار اینجا رو. حیف صورتی بنفش. خب اگه این بیفته مترر آرش بود. بابا اینو نمیتونی. گفتم تا 2 بار میشه. تو هم میتونی 2 بار بگی. اگه این میفته امیر باید زبونش نداره بیار بیرون من روش فلفل بریزم. کارما. تو خودت خوردی منم خودم میخورم. من خودم نخوردم. تو خودت خوردی. تو هم همونجوری که من خوردم. بابا کم توف کردی تو توف کردی لبت فلفلیه تو توف کردی امیر کار توف کردن دست این اگه بیفته این تو یه چک محکم میخوابونم زیر گوشم تر. توش بود پرید بچه ها توش بود پرید من توش بود پرید این اگه افتادم توی درکونی به امیرعلی میزنم درکونی چیه؟ خب مدالا رو بعدش میجم این اگه بیفته اون تو متره باید یه قاشق زردچوبه بخور. بابا برو گم شاید ویو کره و فلان هایا به تو چه؟ کره باید زردچوبه بخور. بابا برو امیر حالا بد میشه بابا میمیرم نه کافیه خدایی انقدر این انقدر کم ریختم خیلی کمه بیار بیرون بریزم تو چون واقعا کمه واقعا کمه بیا خیلی کمه بیا کلشو میخوری؟ کلشو باید بخوری خیلی کمه کجای این کمه؟ خیلی کمه 3 کیلو غذا میریزم بخورم بشو بخور واسه حدسم داره میاد توفان انداختنم کلش متنه اصلا زبونت هم نخور با بخوری خیلی تلخه با بخوری خیلی تلخه یه معجزه دیگه به من اینجوری گفت منم این دیگه انجام نمیدم چه صافه سیبیل آتشی میکشم بگم شی دیدم بابا بیا سیبیل آتشی میکشم بیا این خوشگله خب قیافت شبیه پشگله اگه این بیفته این تو روی صورت متر ام میکشه یعنی چی صورت من بابا بریم بیاریم زردچوبه رو داد بخورم نخوردم یه ذره هم زردچوبه نخوردم آره خوردم یه عالمه زردچوبه فلفله رو خوردم دیگه فلفله رو خوردم بعد به خودش من ببینم رفته تو نه بیا مداد چشم قهوه نه نمیخواد با همین اوکیه فقط میخوام صورتت یکی بکشم نه بیا اصلا نوک نداره بیا بابا این سرش خراب بیا دوستان نمیشه بنویسی گو گوهم می‌نویسم سسم بشه آرایش کن قرار بود یه گوه فقط بکشی یا برو گم شو دیگه خب به بچه ها نشون بده گوه خب بنداز نمیدونی بندازی برای من همه یه دونه ایتو رفته اینا شده را نه نمیخواد باید باشه منم همین کارو با امیر میکنم خستم مثل یه قایق اگه این بیافته این تو مترر ویدیوی بعدی آرش این گفته بار همه رو انداختم همین اگه این بیافته این تو ابروی مترر رو میزنی برو من کار نمیذارم بکنی تو چه؟ مسخره بازی یعنی چی؟ چالش منه یعنی چی نمیذارم این کارو بکنی بیوفتم نمیذارم واسه اینم چی داریم توی یخچال بابا امیر به معدم نگو تو میدونی من معدم میسوزه بابا من معدم درد میکنه من وقت آندروسکوپی دارم یه قاشق پر کشک میخور اگه این بریم نه گوه خوردم مشکل دارم
صورت امیرعلی نیستم. امیر خره گاو منه روش میشینم بودو بنده زیری چی نیستی رفتی اومد بیرون. با من مشکل داری؟ خصوصا شخصی داری با من بگو. بیا این بر نه صدات نمیره اون. این اگه بیفته این تو مطرح باید عکس پروفایل اینستاشو نه وایس 24 ساعت باید فن پیج من بشه. تو پیج اصلیش باید پروفایل ایناش عوض کنه، همه ادیت بزنه بذاره اون تو باید فن پیجش. خدایا حالا بالعکس مطرح تو کسی نیستی. نه یعنی مثلا که کسی شما رو نمیشناسه. تو من نقیه من سوشال بچه‌ها پیج مدیا. منو فالو کنین. پیج موتی وایس اون تو پادکست های باحالی میذارم. زیر الان اینو چرا نگفتی؟ گفتم دیگه چی؟ استوری بذاری. نه نه نگفتی. این فن پیجم بشین. برو من جان دوباره باحاله. تا 2 بار میتونیم بگیم فن پیجم میشه. بنده دوباره تا دوباره میتونیم بگیم فن. تا 2 بار میتونیم بگیم. خوب شو. برو گو. آرایشش همه باید میکنم. بگیم گو. این کلته. برو بچه‌ها بنده آرایشش میکنم. اصلا کوچم توشم کوچ. نرفت. من یه کوچ واقعی. رنگ خودت قهوه‌ای. خب برو اون ور. بابا جام راحته. اگه این بیفته چی بگم؟ ریز ببینم. میزنمش. یه دونه سیلی میخوابونم تو گوشش. بزن چه کار کردی؟ بزن بزن. چندش بابا خب گم شد دیگه. همش تو ویدیو کم مونده. بکشه پایین بشازم اینجا. الان این چی بود؟ چی بود؟ نگفتی اصلا هیچ نگفتی. گفته بودم. نگفتی بیا. گفته بودم یه دوباره دونه نگفتی، سیلی بابا. میکوبم تو گوشت که بعدش تو زدی تو سرم. بیا جلو. هر کاری دیگه بیا جلو. هر کاری دیگه بیا می‌کنم. جلو. ببین. بردار. بیا تو دوستت بره بشی کن. ببین هر میتونم بیا فن جلو. پیجت شم. نمیخوام. آرایشم بیا کن. جلو. در به من. نمیخواد در. هر کاری میشه بکنی. نه بیا اصلا جلو. ویدیو تموم شد. خیلی تایم بابا می‌زنی. بیا جلو. خیلی تایم بیا می‌زنی. جلو. اینو میزنی تموم میشه. نه چک نزن. بیا جلو. ببین هر جا دیگه بیا خواست جلو. چک. امیر. بجز چک. بیا گفتم سیلی. نگفتم کتک. دستم زدی قبول نیست. زدی به خدا زدی. نه. زدی امیر. خیلی درد داره. تایم ویدیو نه. زیاد میشه. تایم ویدیو زیاد زدی. میشه. بیا دست پایین. زدی. بابا این همه جلیقه شده. بیاد. دستم بیا. دستتو بیا پایین. دستم بکن دستم. تو ویدیو نیستی پس برو اونجا وایسا. بیا جلو. دستم بکن نمیزنم. خب صحبت کن. دستم بکن نمیزنم. آروم. بزن سری برو. بیا جلو. نمیافتی تو ویدیو. نه، بیا جلو. میافته. نمیافتی تو ویدیو. بیا جلو. بابا دستم بکن. نمیزنم فعلا. بابا بخوام شکنجه روشت پیدا می‌ذاره. بیا جلو. هر کاری بگی میکنم. هر کاری بگی میکنم. هر کاری بگی میکنم. هر کاری بگی. بابا یه دقیقه دستم میکنه. بزن سری. دستم بابا این بزن. بابا نخور. زدی. نخور. دیگه تموم شد. نخور. ساعت میفته. محترم زدی. نخور. زدی. نخور. زدی دیگه نمیشه زد بار. رو میشه. آبی زد تو گیجگاه. دیگه بسته دیگه. نه دیگه این آخریش. با تو شروع شد بعد با من تموم شه. اگه این بیفته یه چک محکم پومتی. خب بچه‌ها مرسی صدات نمیاد. مرسی اینکه تا اینجا ویدیومون رو دیدین. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین، کامنت بذارین. با یه دونه لایک میتونین روز ماها رو بسازین. دوستتون دارم. گو خورد. برو گم شو. خب دوستان از مثل تا آخر ویدیو همراه ما بودین. لایک و سابسکرایب و کامنت و این چیزا یادتون نره. ببخشید. یادتون نره تا ویدیو دیگه خداحافظ.